ایرانیان و آزادیخواهان شجاع میهنم، درود فراوان بر شما. در این لحظات تاریخی با آخرین اخبار و تحلیل‌ها همراه شما هستیم. ناصر هستم. تا زمان اتصال مجدد اینترنت در ایران با صدای خودم در خدمتتون خواهم بود. فرار مقامات ارشد از تهران. حمله قطعی شد. موساد در خیابان‌های ایران به دنبال فرماندهان. چشم‌ها به دستور ترامپ دوخته شده است. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم. فرار مقامات ارشد از تهران وارد فاز آشکار شده است. از شب گذشته و پس از قطعی شدن خبر حمله آمریکا، گزارش‌های متعدد از پرواز سنگین و غیرعادی بالگردها بر فراز تهران منتشر شده. پروازهایی که به گفته منابع میدانی نشانه جابجایی گسترده و اضطراری مقامات ارشد و فرماندهان نظامی است. منابع مطلع تایید می‌کنند که این تحرکات هوایی با الگوی معمول امنیتی همخوانی ندارد و بیش از هر چیز از تلاش برای خروج سریع چهره‌های کلیدی از نقاط حساس پایتخت حکایت دارد. وضعیتی که نشان می‌دهد حاکمیت سناریوی برخورد قریب الوقوع را جدی و غیرقابل بازگشت ارزیابی کرده است. همزمان منابع عبری از فعال شدن گسترده موساد در روزهای اخیر خبر می‌دهند. بنابر این گزارش‌ها، تمرکز اصلی بر جمع‌آوری اطلاعات دقیق و قطعی از موقعیت و جابجایی فرماندهان و مقامات ارشد جمهوری اسلامی است. اطلاعاتی که می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در مرحله عملیاتی داشته باشد. در همین چارچوب، بنیامین نتانیاهو و دولت اسرائیل با سکوتی حساب شده، آمادگی خود برای ایفای نقشی پررنگ در حمایت از مردم ایران را حفظ کردند و تنها منتظر چراغ سبز نهایی از سوی دونالد ترامپ هستند. چشمها اکنون به دستور نهایی واشنگتن دوخته شده. دستوری که می‌تواند معادله قدرت را در کوتاه‌ترین زمان دگرگون کند و پرده از آخرین ساعات حیات سیاسی این نظام بردارد. تحلیلگران نظامی بر این باورند که تعلل ظاهری دونالد ترامپ در اجرای حمله نه نشانه تردید، بلکه بیانگر طراحی یک برنامه رعدآساست. برنامه‌ای که هدف آن نه ضربه مقطعی، بلکه از کار انداختن کامل جمهوری اسلامی است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد واشنگتن به دنبال هدفگیری به گونه‌ای است که پس از اجرای آن، نظام توان بازیابی، بازسازی یا حتی ایستادن دوباره را نداشته باشد و این اقدام به عنوان آخرین میخ بر تابوت حاکمیت عمل کند. گزارش‌های متعدد از فهرست اهداف، اگر از سطح گمانه‌زنی به واقعیت میدانی تبدیل شود، حکایت از سناریویی دارد که در آن جمهوری اسلامی در بازه‌ای کمتر از یک هفته عملاً از پا می‌افتد و ساختار فرماندهی و کنترل آن فرو می‌پاشد. در همین حال وحشت درون نظام به اوج رسیده است. بر اساس گزارش‌ها، علی لاریجانی و شماری دیگر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی به صورت پیوسته دست به دامان عربستان سعودی و قطر شدند تا شاید از مسیر واسطه‌گری ترامپ را از تصمیم نهایی برای حمله منصرف کنند. این تلاش‌ها خود نشانه‌ای روشن از بنبست کامل سیاسی و امنیتی نظام است، جایی که حاکمیت نه بر ابزار قدرت داخلی، بلکه بر خواهش از بازیگران منطقه‌ای تکیه کرده و این تصویر بیش از هر چیز سقوط قریب الوقوع را فریاد می‌زند. شاهزاده رضا پهلوی در تازه‌ترین پیام خود از مردم ایران خواست که به مبارزه ادامه دهند و اجازه ندهند رژیم شرایط را عادی جلوه دهد. رضا شاه دوم در این پیام که شامگاه سه‌شنبه 23 دی صادر کرد، با اشاره به پیام دونالد ترامپ گفت: جهانیان نه تنها شجاعت و صدای شما را دیدند و شنیدند، بلکه دارند اقدام می کنند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین خطاب به پرسنل ارتش گفت: شما ارتش ملی ایران هستید، نه ارتش جمهوری اسلامی. وظیفه دارید از جان هم میهنانتان حفاظت کنید. رضا شاه دوم در ادامه از پرسنل ارتش خواست که تا فرصت دارند به مردم بپیوندند. هم میهنانم، همانطور که در پیام قبلیم به شما گفتم، صدای شما و شجاعت شما را جهانیان نه تنها دیدن و شنیدن، بلکه دارن اکنون اقدام میکنن.
قاعدتاً تا به حال بایستی پیام رئیس جمهور امریکا رو در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. مبارزه رو همطور که تا به حال انجام دادید ادامه میدید. نگذارید که این نظام شرایط رو عادی جلوه بکند. بعد از این همه کشتار اخیر یک دریا خون بین ما و این رژیم هست. یادداشت کنید اسامی این جنایتکاران رو. یه روزی به سزای اعمالشون خواهند رسید. و اما پیام ویژه‌ای دارم به پرسنل ارتش. شما ارتش ملی ایران هستید، نه ارتش جمهوری اسلامی. وظیفه دارید از جان همیهنانتون حفاظت بکنید. فرصت زیادی براتون نمونده. به مردم هرچه زودتر بپیوندید. کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل شامگاه سه‌شنبه برای بررسی فوری پیامدهای تنش‌ها و اعتراضات داخلی ایران تشکیل جلسه داد. رسانه‌های اسرائیلی به گفته منابع امنیتی، ارتش اسرائیل سطح آماده‌باش را در چندین یگان افزایش داده است. این منابع اعلام کردند که در چارچوب آمادگی برای سناریوهای احتمالی تشدید تنش، سطح آماده‌باش در سامانه‌های پدافند هوایی از جمله گنبد آهنین تقویت شده است. بر اساس این گزارش‌ها، ارتش اسرائیل خود را برای گسترش دامنه عملیات متناسب با تحولات صحنه ایران آماده می‌کند. به ویژه در شرایطی که برآوردها درباره احتمال آغاز یک حمله نظامی برنامه‌ریزی شده از سوی آمریکا رو به افزایش است. سخنان دونالد ترامپ درباره کمک در راه است و ضرورت تسخیر نهادهای دولتی را باید فراتر از یک پیام حمایتی یا روحیه بخش خواند. این جملات در منطق راهبردی یک پالس عملیاتی اند. پیامی که میگوید پس از ضربه کوبنده ارتش آمریکا به ستونهای سرکوب، این مردم هستند که باید در روز زمین ابتکار عمل را به دست بگیرند و کار را تمام کنند. مفهوم نهفته روشن است. حمله بیرونی قرار نیست جایگزین اراده داخلی شود، بلکه قرار است توازن قوا را بشکند، ابزار سرکوب را فلج کند و لحظه‌ای بسازد که در آن تسخیر نهادهای دولتی ممکن و برگشت ناپذیر شود. در چنین چارچوبی کمک یعنی باز کردن میدان برای کنش مردمی. آخرین میخ بر تابوت رژیم زمانی زده می شود که خیابان، فرماندهی و اداره را همزمان تصاحب کند. همزمان گزارش‌ها درباره دیدار استیو ویتکاف با رضاشاه دوم و سکوت حساب شده طرفین نشانه‌ای از هماهنگی عملیاتی میان رهبری گذار و دولت آمریکا تلقی می شود. خودداری رضاشاه دوم از ورود به جزئیات، احترام به ملاحظات لحظه حساس است. با این حال، قرائن نشان می‌دهد کانال ارتباطی مستقیم برقرار است و پیام‌ها همراستا منتقل می‌شوند. این همراستایی دقیقاً همان چیزی است که پیام ترامپ را برای مردم معنادار می‌کند. وعده‌ای که صرفاً لفظی نیست و قرار است در میدان اثر بگذارد. در گفتگوی سه‌شنبه 23 دی با فاکس نیوز، رضاشاه دوم با ترسیم تصویری بی‌پرده از کشتار، استدلال محوری را روشن کرد. وقتی دولت حاکم جنگی تمام عیار علیه شهروندانش به راه انداخته، کمک به آزادسازی یک ملت تجاوز محسوب نمی شود. روایت تماس‌های میدانی، گفتگو با معترضان بازگشته از خیابان و توصیف شجاعت آنان نشان داد که رهبری گذار به صورت زنده با واقعیت زمین در تماس است. ارقام تکان دهنده قربانیان، استفاده از سلاح‌های جنگی علیه غیر نظامیان، جمع‌آوری اجساد و باجگیری از خانواده‌ها، همگی زمینه اخلاقی و حقوقی مطالبه اقدام عملی را می‌سازند. نکته کلیدی در این سخنان، عبور آگاهانه از محکومیت لفظی به توانمندسازی است. رضاشاه دوم تأکید می‌کند که تنها راه ایجاد شانس برابر برای مردم، خلع کارآمدی نیروی سرکوب است. حمایتی که پیام قدرت داشته باشد و به مردم نشان دهد این بار رها نخواهند شد. اشاره او به اثر فوری سخنان ترامپ بر بازگشت مردم به خیابان نشان می‌دهد این پالس‌ها چگونه مستقیم به رفتار جمعی ترجمه می‌شوند. همچنین یادآوری نمونه‌های تاریخی از پایان آپارتاید تا فروپاشی شوروی
چارچوبی می‌دهد که در آن نقش دموکراسی‌های غربی نه در مدیریت نتیجه بلکه در فراهم کردن امکان واقعی تعیین سرنوشت تعریف می‌شود. جمع‌بندی روشن است. پیام ترامپ و مواضع رضاشاه دوم یک نقشه واحد را ترسیم می‌کنند. ضربه بیرونی برای شکستن ابزار سرکوب، تسخیر درونی برای تثبیت تغییر. اگر این دو همزمان شوند، لحظه‌ای شکل می‌گیرد که نه با مصلحت سنجی‌های گذشته، بلکه با اقدام هماهنگ سرنوشت تعیین می‌شود. همراهان عزیز، از اینکه تا پایان این برنامه با ما بودید، سپاسگزاریم. در بخش دوم این کانال هم همراه باشید. پاینده ایران.